سلام دوستای گلم، من آکامم و اینجا آکام گرافی. امروز میخوام بهتون یه هوش مصنوعی خیلی خفن رو معرفی کنم که میتونید راحت جایگزین ادوب فایرفلایش کنی، اما هوش مصنوعی فتوشاپ که با جنراتیو فیل و جنراتیو اکسپند و اینا انجام میدادید که دیگه الان روی سایت هم در دسترس نیست و تنها راه استفاده کردن ازش اینی که اکانت رسمی فتوشاپ رو بخرید که هم علاوه هزینه نمیصرفه، هم امکان بند شدن داره. ولی این هوش مصنوعی حتی از جنراتیو فیل خفن‌تر و قوی‌تره و یه چند تا خوبی داره. یکی اینه که رو کامپیوتر نصب میشه، نیازی نیست با VPN و اینترنت و اینا از سایت استفاده کنید و از همه مهمتر برای سیستم‌های متوسط رو پایین هم جواب. برای نصبش اول فایلی که داخل کانال تلگرامی گذاشتم و اینجا توی دیسکریپشن لینکشو گذاشتم و باز می‌کنی. دو تا پوشه داخلشه، یکی پوشه زیپه، یکی هم فایل ستاپه. بعد از اینکه نصبش رو انجام دادی، این لوگوی برنامه است، با آیکونش آشنا شید، کریتا بازش کنید. بچه‌ها این فضای نرم افزار کریتاه که یه نرم افزاری خیلی شبیه فتوشاپه. ما می‌خوایم اسکریپت هوش مصنوعی که می‌خوایم استفاده کنیم رو به صورت یه پلاگین داخلش اد کنیم و از این طریق ازش استفاده کنیم. برای این کار اول میایید توی تولز، اسکریپتس، import python plugin from file. اینو که زدیم بعدش میایید توی همون پوشه‌ای که دانلود کردیم و براتون گذاشتم این فایل زیپ رو سلکت میکنی و فقط اوپن رو میزنی و فایل نصب میشه. بعدش میگه یه بار ریست کن، یعنی برنامه رو ببند دوباره باز کن. چیزی تغییر نکرده. برای اینی که پلاگینمون رو ببینیم میایم توی setting داکرز، اولین گزینه AI image generation اینو فعال میکنی. بچه این یه تیکه فضای AIه که میخوایم ازش استفاده کنیم. اگه برای اولین باره که این برنامه داره نصب میشه ازت میخواد که این چک فور آپدیت رو بزنی و ببینه آپدیت خواد یا نه. داره دانلود میکنه. بچه نه VPN میخواد نه چیزی. اگه توی دانلودها به مشکل خوردین فقط DNS بزنید، VPN نیاز نداره. خب اوکی شد. میگه یه بار دیگه ریستارت کنید. خب حالا رو کانفیگور بزنید. یه چند تا تنظیمات مهم اینجا داره. اول از همه رو لوکال بزنید، چون ما نمیخوایم از طریق اینترنت و این استفاده کنیم. این رو لوکال باشه. یه دونه مسیر باید بهش بدین که فایلای هوش مصنوعی که میخواد دانلود کنه اونجا بریزه. پیشنهاد میکنم توی SSD باشه و اینکه حداقل 10-15 گیگ هم فضا داشته باشه. یه نکته مهم اینجا رو ببینید، یه چند تا گزینه داره. اگه سی پی تون قوی تر از جی پی تونه این، اگر کارت گرافیک انویدیا دارید روی کودا بذارید. اگر کارت گرافیکای نسل‌های قدیمی مثل جی تی ایکس یا کارت گرافیکای ADM رو دارید استفاده میکنید از این گزینه استفاده کنید. من دارم RTX استفاده میکنم، اینو فعال میکنم. از بین مدلایی که اینجا داریم استیبل دیفیوژن 1.5 و استیبل دیفیوژن XL موجوده. من پیشنهادم اینه که حالا من جفتش رو نصب کردم، شما مثلا 1.5 رو میخوای نصب کن و از اینجا باید مدلای زیر مجموعه استیبل دیفیوژن 1.5 رو نصب کنی. اگه اینجا 1.5 رو زدی اینجا باید فعال میشه. من فوتوگرافی رو پیشنهاد میکنم حتما نصب کنید و آرت ورک. اینا مدل‌های مختلف هوش مصنوعی، این بهتون یه حالت ریالیسم میده، این بهتون یه حالت نقاشی میده، اینم حالت انیمه است و هر کدومو که نصب کردید حتما کنترل نت رو نصب کنید. خیلی مهمه. تو مثلا اگه توی استیبل دیفیوژن XL مثلا استیبل دیفیوژن XL مثلا فوتوگرافی، آرت ورک، انیمه، این برای فیس، اینا رو میخوای نصب کنی کنترل نت رو حتما نصب کن. جلوتر توضیح میدم به چه کاری میاد. اینم برای حالت ایلاستریشنه، به درد کسایی میخوره که میخوان مثلا لوگو اینا طراحی کنن. من باهاش کار نکردم، اینو میخوای خودتون تست کنید. خب اوکی، من حالا برای اینکه شما پروسه نصبم ببینید من میخوام انیمه رو هم به مدلام اضافه کنم که شما ببینید چه جوری پروسه پیش میره. اینو فعال میکنم و اینجا اینستالو میزنم. VPN نمیخواد، هیچی نمیخواد، شروع میکنه به دانلود شدن. بعد از اینکه نصب تموم شد یه بار دیگه نرم افزار رو باز میکنیم. من اینجا یه عکسی که قبل دارم و درگ اند دراپ میکنم که باهاش بهتون هوش مصنوعی یاد بدم. قبل از هر چیز اینجا رو میخوام براتون توضیح بدم. ببینید این ابزارهاییه که این هوش مصنوعی به ما میده. ما امروز با جنریت کار داریم. این مدلاییه که دانلود کردیم. من میخوام با استیبل دیفیوژن 1.5 مدل سینماتیک فوتو کار کنم. اینجا پرامپت می‌نویسیم و این استرنگث، بعداً توضیح میدم چیه و اینم دکمه جنریت. قبل از هر چیز میخوام عکسمو یکم اکسپند کنم، گسترشش بدم. این عکس کوچیکه، من میخوام بزرگتر بشه. یکی از
متداول ترین کاری که ما با AI ادوب انجام میدادیم. اینجا ابزار کراپ رو میبینیم. من اینو انتخاب میکنم، میام یه فضایی رو هر چقدر دلم خواست به تصویرم اضافه میکنم. مثلا اینقدر تصویرم مربع بشه. اینتر. دوباره میام اینجا ابزار سلکشن رو برمیدارم، یه فضا به عکسم اضافه میکنم. حالا از این قسمت ما اینجا چند تا ابزار داریم. من باید اکسپند رو انتخاب کنم. چرا؟ چون میخوام عکسمو بزرگتر کنم. روی دکمه جنریت میزنم، ثبت میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. هر جا هم تو پروسه کار خواستید کنسل کنید جنریت رو، اینجا رو میزنید، این گزینه رو میزنید و کنسل میشه، دوباره میتونید تست کنید. این خروجی کار ماست. میخوایم اینو با هم دیگه بررسی کنیم. قبل از هر چیز چند تا چیز اضافه شد. یک، این قسمت جنریت شده است. من روی این گزینه بزنم یعنی تاییدش کردم و به عکسم اضافه میشه. یکی اینی که این لایه اصلی بک‌گراند منه و این لایه پریویوه، یعنی همین عکسی که همین الان جنریت شده. اوکی. این یه مشکل خیلی اساسی داره، اینی که این چیه که به تصویر من اضافه شده. ولی خب می‌بینیم یه قسمت دیگه اومده خیلی خوب جنریت رو انجام داده. ما این مشکل رو با نوشتن پرامپت حل می‌کنیم. اینجا رو ببینید. من چیزایی که توی عکس وجود داره رو فقط با هوش مصنوعی میگم. اسکای، آسمان، یه دونه از این و کوچولوهای انگلیسی فاصله، کلاودز تعدادشون زیاده و گراوند. اوکی. این اضافه شد. یه بار اینجا کلیک میکنم که پریویو از بین بره، یه بار دیگه اکسپند رو میزنم. اینم خروجی کار. همونطور که می‌بینید یه کار خیلی تمیز انجام داد. کنترل شیفت ای رو میزنم سلکشن رو بین بره. ببینید که واقعا یه کار خیلی تمیزه، یعنی هیچ گلیچی نمی‌بینید. تصویر اضافه شده. یه کوچولو من با اینا مشکل دارم که اینور چرا یه مقدار انگار سچوریشنش بیشتره کمتره. اینا اگر گیر نیستید این اوکیه، اگر گیر هستید میشه با سچوریشنش بازی کرد، ولی اگه بخوایم فقط با هوش مصنوعی درستش کنیم باید این کارو انجام بدیم. کنترل زد میزنم که سلکشنم برگرده. مدلمو عوض میکنم، میام با استیبل دیفیوژن XL میرم جلو، سینماتیک فوتو. این هم عکس آخری که جنریت شده روش میزنم و میبینیم یه کار کاملا تمیز و عالی بهمون تحویل داد. حالا من میخوام این اضافه بشه به عکسم، چون الان هنوز جزئی از عکس من نیست. خیلی ساده فقط روی این میزنم و به عنوان یک لایه مستقل به تصویر من اضافه میشه. اگرم خواستی با تصویر یکیش کنی، جفتشون رو سلکت میکنی، کنترل ای عین فتوشاپ و الان یک عکس واحد داریم. این الان عکس ماست. من کنترل زد میزنم چون میخوام عکس‌ها از هم جدا باشن. حالا من میخوام این خودم رو از تصویر حذف کنم. یکی دیگه از کارهایی که ما خیلی با جنراتیو فیل انجام میدادیم. از این قسمت این سلکشن رو انتخاب میکنم و میام یه دونه سلکشن تقریبا دقیق دور سوژم انجام میدم. اوکی. سلکشن که تمام شد، این بار میام روی این دکمه کلیک میکنم، نه، اینو باز میکنم و ریموو کانتنت رو میزنم، چون میخوام ریموو کنم، حذف کنم این کانتنت رو. اینو میزنم با همین پرامپت با همین مدل کارش انجام داد. کنترل شیفت ای رو میزنم سلکشنم بره که قبل و بعد رو ببینید. اینم به صورت لایه پریویو اضافه شده به اینجا، میتونید ببینید این قبل این بعد. دیگه میتونیم با این هوش مصنوعی چی کار کنیم. من قبلش اینو اوکی میدم که اینم به عنوان یه لایه اضافه بشه. من میخوام به این عکس یه چیزی اضافه کنم، مثلا هلیکوپتر. خیلی خوب. میام این قسمت دوباره با ابزار سلکشن یه دایره، بشقاب پرنده بهتره، دایره دم دست، یه دایره میکشم، شیفت رو نگه میدارم. مثلا اینجا ما میخوام یه دونه بشقاب پرنده اضافه بشه. اینا رو حذف میکنم، مینویسم alien space این بار میام از توی این گزینا اد کانتنت رو انتخاب میکنم و اپلای میکنم. خب اد کانتنت من با موفقیت انجام شد. لایتینگ خوبه، ببین نور از اون ور داره میتابه، لایتینگ و شادو رو درست رعایت کرده، یه چیز خیلی قشنگی. از این خوشت نمیاد؟ اوکی. چند تا راه داره. یکی اینی که پرامپت رو عوض کنی، یکی اینی که بذاریش روی یه مدل دیگه. میذارم روی 1.5، دوباره اد کانتنت رو میزنم. این با مدل 1.5 اینو بهمون داد. من اینو خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی منطقی تره. اوکی. من اینو اپلای میکنم، اوکی میشه، با من یه لایه جدید اضافه میشه. سلکشن رو برمیدارم. حالا اینجا میخوام یه انفجار انجام بشه.
خوبی این هوش مصنوعی اینه که هیچ ریسترکشنی نداره. هوش مصنوعی شرکتی مثل ادوب مثلا یه سری از کانتنت هایی که الان نمیتونم بگم بنویسی به گیر میده، میگه این مناسب نیست، نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی خب شما اینجا هر چی بنویسی میاره. اوکی، اینم هست. حالا از این خوشت نمیاد، یه دونه دیگه هم داده، اینم هست. این به نظر من خیلی تمیزتره. اینم از خروجی کار امروز ما. من یه بار دیگه قبل و بعد رو بهتون نشون میدم. این اولین تصویر ما بود، بعد اکسپندش کردیم، بعد خودم رو حذف کردم، بعد یه سفینه اضافه کردیم، بعد یه اکسپلوژن هم اضافه کردیم. این بود از آموزش امروز. امیدوارم استفاده کرده باشید. تمام ابزارهایی که مربوط به جنریت بود رو تقریبا با هم دیگه یاد گرفتیم. به نظر من ابزارش از هوش مصنوعی ادوب یه سر و گردن بالاتره، با توجه به اینکه لوکال بدون اینترنت و از همونطور ریسترکشن نداره و هیچ محدودیتی توی جنریت کردن نداریم. خیلی ممنون که تا آخر این قسمت با من بودید. امیدوارم استفاده کنید و کار خیلی خفنی بسازید. تا قسمت بعدی موفق باشید.